تا حالا به چیزی انقدر ایمان داشتی که اگر خلافش ثابت شد به جای اینکه بگی اشتباه کردم یه روایت تازه ازش بسازی تا هنوز هم حق با تو باشه؟ اگه آره، خوش اومدی به دنیای ناهماهنگی شناختی یا Cognitive Dissonance. سال 1954 دوروتی مارتین رهبری گروهی به نام The Seekers رو به عهده داشت. اون میگفت از سیاره کلاریون یک سری پیام دریافت میکنه. اعلام کرد بامداد 21 دسامبر یک سیل عظیمی میاد و نگهبانها با سفینه‌هاشون میان و فقط مؤمنان رو نجات میدن. یک تیمی از پژوهشگرها به رهبری لئون فستینگر و همکارهاش بی سر و صدا وارد این گروه میشن تا روز صفر رو از نزدیک با چشمای خودشون ببینن. موعد گذشت و آسمون همون آسمون بود، یعنی سیلی در کار نبود. خب انتظار میرفت که گروه از هم بپاشه، اما هسته گروه اعلام کرد این ایمان ما بود که بلا رو از بین برد، بلا رو دور کرد و همون روز با یک حرارت بیشتری تبلیغ و عضوگیری رو شروع کردن. روایت و تحلیل این ماجرا رو به صورت کامل لئون فستینگر و همکاراش توی کتاب خودشون به نام When Prophecy Fails سال 1956 ثبت میکنن. فستینگر اسم این انفجار درونی رو گذاشت ناهماهنگی شناختی. مغز همزمان نمیتونه دو تا گزاره متناقض رو تحمل بکنه. مثل این: من آدم عاقلی هستم و تصمیم‌های درستی میگیرم، در برابر پیشگوییم رسما غلط از آب در اومد. این تنش بین این دو تا گزاره متناقض بسیار دردناکه. پس ذهن دنبال یک مسیری میگرده که این تناقض رو بخوابونه. حالا ساده ترین راه چیه؟ تغییر روایت به جای پذیرش خطا. این فقط قصه یک فرقه نیست، زندگی روزمره همه ماست. یک سهمی رو در بازار بورس خریدی و توی ضرره، اما نگهش میداری. چرا؟ چون اگر بفروشی باید ابتدا بپذیری که انتخاب اشتباهی کردی. رژیمی که شکست میخوره و میگی مهم سلامتیه نه عدد روی ترازو، چون باید با خطا آشتی کنی. یا وقتی که گزارش‌های بسیار محکمی از فساد یا دروغ سیاستمدار مورد علاقت، سیاستمداری که طرفدارشی، منتشر میشه، برای اینکه دردت کاهش پیدا بکنه سریع با خودت میگی رسانه‌ها مغرضن، یا اگر هم کرده برای یک هدف بسیار بزرگتر این کار رو انجام داده. روایت رو تغییر میدی نه داوری رو. اما سوال مهمتر، چرا وقتی که باور یا پیشبینی ما غلط از آب در میاد جا نمیزنیم و اشتباهمون رو نمیپذیریم، حتی محکمتر میشیم؟ فستینگر توی همین کتاب وقتی پیشگویی ها شکست میخورد 4 عامل رو بررسی میکنه که توی کپشن براتون نوشتم.